سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان نامی من ایوب امیدوارم خوب هستید. برای چی امروز اینا فرقی نداره چی گروه 24 اکستریمیستا است یا که نظریه تروریستا یا که دودو جونی با کلیچکای دودیک دوست شکل دیگرش. برای چی امروز ای سوالای مردم میگریزن؟ برای چی خچون میگن که چی مینوسی که نظریه را میدونین؟ نظریه چیکاری کردی هستن؟ شما ما را بگین فکت دلیلش خطی من میبرم گپ میزنم. اگر گناهکار باشه من داروش توف میکنم. وقتی که ما ایساق فایو یک گرجدانین جمهوری تاجیکستان گفته‌ام محمد اقبال برای چی پدری تو سال 1985 سال با کدوم ستتی شیشت تو خواب هستی؟ بعد ای ویدیو دینگینا میبخشین محمد اقبال میخواد خطی ما با تلفن گپ بزنم. من هیچ وقت گپ نمیزنم با تلفن، فقط افیر دا دلبایوب. برای چی سال 1985 سال یکی نیم سال پدرت پشت پنجره شیشت با کدوم ستیا ما میخوایم ای دهنی حرامی تو شکل بشنویم. ای اقبال اطفیت بوده مطرح چند بار گفتم آقی مادر پدر مادرای مردم نرس تو حق نداری، لیکن تمہارا شکل آقی پدر آقی مادر نفهمیدی. سوکا دیبیل ایسو گوش که تمہارا شکل برای چی سال 1985 سال پدرت یکی سال ترماشیش برای چی؟ ایرا مردم طلب داره. ویدیو دینگینا یا بگه تماشا کنید همه شما فهمید. ما جدا داریم اطفیتی تی حرامه ایرا مردم طلب داره. ای دینه بگه تو حوزی را باور کنین نکنین تلفن دم نمیگیره. ایرا من میدونستم نیکی من خواب کردم من چی در کار است، لیکن تو میبروی حرام آقی مادر صدقه هم شیر سفید مادر تاجیک نتره. ایرا ایساق فایوب نگفته سه، ایرا همسایه‌اش گفته سه. من قطعی همسایه گپ زده گیم یا با گوش کنین اگر شما ایساق فایوب باور نکنین. آره چطوری که من گفتم همین با محکمه شیست با اون خاطره که با حیوان خانگی مناسبتی بد اخلاقانه نمود. انا همین بود که وی را با محکمه کشیدن و بعد از اون که از جمهوری اسلامی افغانستان برگشته آمدن اویلش رجبی حتی نخواست با وی زندگی کند و وی با حنیفه خان نام یک زنی دیگر که همسین سال فرزند کلانیش بود خانه‌دار شد و 13 فرزند داشت. یگم فرزند وی معلوماتی عالی ندارد. نوچه شکل اقبال میبروی با نظرتی قسم میخوری. ما مردم شریف تاجیکستان که ما آینده داریم مطلب با اسلام قسم نمیتیم. خود میگوی کو ما نه اسلام هم میگوی ما نظرتی قسم داریم. میبروی با زن طلاق قسم میخوری. مطفعی چوربان تو باید با سوال ما تو جواب بدی. وقتی جواب نمیتی هم بیسته کبجی گوشی بگفته پدره. خرشو مرمان با یک ویدیو دیگه. پدر بیچارهش چقدر عذاب کشید، آخر بچهش پدرش خرید از پیش قماندان غلام تابیخ میگفتن. ببخشید برادر عزیز خطا کردم کمتر تماشا کنید. قلندر صدرالدین 100% ثابت می‌گردند. نامبرده سال 1985 از طرف سود شهر قرغان تپه با جرم دست زدن به زوافیلیا 1.5 سال از آزادی محروم کرده می شود. بعد ادای جزا برای گریز از این شرمندگی چندین دفعه جای زیستش را عوض می کند. دوستان عزیز، هموطنان عزیز، 24 نفر زنگ میزنه امین جوانو. ایساق فایوب ما نفهمیدیم یا با کدوم استتیه. میبخشه مادران خواهران باید بفهمونم
اگر یک کس نفهمه باید ما بفهمونم. پدر محمد اقبال چخی ما بفهمونم شما را با توجکی که جوان ما بفهمم. بسیاریش نمیفهمم، بسیار چرا نمیفهمم. خرپرک خری همسایه را زینو کده رسیدهش. не только خری همسایه را، گوه، گوسوله را، خوتیکا. یک برادر زنگ میزند میگه که پدر من همسایه شون بود، اوندوک شد زینو کده. و مردم زیوله می نسه میبارن سوچ میکنن. محمد اقبال ما قطعی دیگه خیگاه میزنم چوربان تو مرا بفهم خشو. ما دیگه با هر یک سوالی تو شکل ما جواب میتونم. مردم چیزی که میگن ما میبرون گاه میزنم. ببرو بانزان طلاقت خسام بخه میگوی که زن سه طلاق خسام نزدی های ما توف کدگی هستم شما را صدقه اسلام کنم. میبره خسام میخوری که پدری ما حیوانای همسایه را زینو نمیکرد. اون دو که پدر نالت پدرش زینو کردگه. اون دو که میفهمین یه پدری او تاب نالت ره. هیچ شما اقبال نگریس اوخی خودت میگوی بگین ای اولادی ما ای نزدیو چی خطوگی کردین بگین. ما میدون چشون بگم گبزا برای چی با میگومد سالی 1985 سال پدرتی یکین سال ترمشید. برای چی تو مرا بگو من میبرون گب میزنم. چیزی که میخوایی تو مرا خما بگو. ما واتساپ دارم، کانال واتساپ داره 24 ساعت کار میکنه. تلگرام سوال بده ما جواب میتونم. قماندان بودم. قطعی قماندانای تاجیکی و افغانی بسیار زیش علاقه داشتم، رفت آمد داشتم. پدر محمد اقبال یکی از مؤسسی نهضت اسلامی بود. ملا قلندر، ما ملا قلندر میگفتیم. از طرف نوری همچون مسئولی تقسیماتی همون خیریه هایی که از طرف صلیب سرخ، هلال احمر به طرف نهضت مهاجرین داده میشید، او هم یکی از مسئوله ها بود. پدرش وقتی که مسئول علی همون صلیب سرخ بود و بگیم که خیریه ها همه در دست پدر همه بود، در دست ملا قلندر. خیلی پسرش 12-13 ساله بود تخمینا. همون حالت ده ملا شریف گفتگی آدم میآوند برای تعلیم دینی که همین ملا شریف همین بچه مرا درس بده، تعلیم بده. بعد وقتی که در همونجا در پیش ملا شریف این محمد اقبال درس میخونه و تعلیم دینی میگیره، بعد این محمد اقبال قماندان ها پول میتن ملا شریف میگیرن 5-6 ماه قریب تا 1 ساله را تجاوز میکنن در همو خانه همو قماندان حالا با دیگر قماندان های همو افغان. بعد از طرفی بگم که تاجیک ها و افغان ده همه چیز گوش کردین. رحیم کریموف خوشورت میشناسیش. این آدم ای توقعی نزدیو نو خوردگی یکی برومد پیش مردم در سر خم کرد، گیره کرد بخشیدنش. راست میگه این آدم شما بود. چه بفهمیم چی با میگریزی، چی با مردم در افیرت سوال میتن صبح صرف میشه اقراکی نصر میکنی. برای چی نمیبره گپ زنی؟ گپ یخه گپ میزده ایده تک دیبیل. ما باید بفهمیم که اپوزیسیون ما را قوق یا که تر کردگی هستن. چوربان راست میگه ای آدم رحیم کریمو راست میگه. اینا مخشوم دونم کی است. یک کرپیچی نزدیو بود. چه بفهمم او ایرا؟ ما یک جوان چه بفهمم؟ خلش میگه کو ما تیار کردیم نزدیو را، ما پیش بردیم. یکی کار خطا کردم، گیره کرد، سرخم کرد.
چخه بفهمه اینا چخه بفهمه ای شکل ببرات فته چی با خواب میکنی خیلی مردم طلب دارن ببرا بفهمون خیلی گو پدرم اخمقی کرد یا چخه بفهمه ما گوش کنین یا بوریگا تعلیم دینی میگیرن بعدی محمد اقبال قماندان ها پول میتن املا شریف میگیرن 5-6 ماه قریب تا 1 ساله ایرا تجاوز میکنن نو انا چخه بفهمه میرم قماندان حالا با دیگر قماندان های افغان هموطنان عزیز دیگه خواب کردن در کار نیست دیگه من خواب کردن نمیتونم من یورا چند بار گفتمش محمد اقبال گروه های 24 دادا جان اتابلوف دودیک کبیری پدر مادر یک از چخه نشه اگزاشه مود چخه نشین نه اچای ما اچایش ما اچا نه یعنی اچای ما اچا میگه و اچایش ما اچا نه شما فکر کنه این روزی هست که باید ما دوست دشمن فرق کنه ما میگن شما میگن باید شما بفهمین چی کاری که یو کردن سال 90 عذابش فرزنده شما کشیدستن که با برامده امروز ما هیچ کنه کردیم ما توزهیم پدر ما بیشتیه اون دو کزینو کرده میگه پدر ما بیشتیه پدر ما پراموی میگه بیشتی رفت پراموی قاو دمونش تمام پدر ما بیشتی رفت پدر تو نالش موره حرام بلد